سلام دوستان، شما به پارت 2 حل کردن روبیک خوش اومدید. تو پارت 1 تا اینجا پیش اومدیم. براتون توضیح دادم. اینا رو حل کردین و اگر که حالا تا اینجا درست اومدین که ماشاءالله آفرین. اگه تو مرحله اول نتونستین عادیه. تا اینجا حل کردین و اینا اصلا هیچ ربطی به قضیه ندارن. هر جوری بودن، شاید مثلا اینجا شما اینو مال من نباشه ولی اینجاتون رو باید درست اینو مال من حل کرد باشه. و اول از همه شما باید واسه بالا درست کردن زرد پیش برید. شما چیکار میکنین؟ سفید رو میدین رو به زاویه خود. و حالا هر رنگی که دوست داشتین فرق نداره، فقط اینجا زرد باشه. یعنی اینجا یه دونه زرد، 2 تا 3 تا هر چقدر وجود داشته باشه. من اینجا نمیتونم این حرکت بزنم، باید اینجا بزنم. شما چیکار میکنین؟ یه دونه از پایین میدیم بالا، در اصل زاویه شما اینطوری میشه. یه دونه اینو میدیم بالا، یعنی اینو میدیم بالا. یه دونه سمت راست رو میدیم بالا، بالا رو میدین چپ، میدین همونی که دارین بالا رو میدین پایین و دوباره میدید راست و پایین. میدید که شکل این تغییر کرد. حالا از هر جایی، یا از اینجا یا اینجا فرق نداره. اگر زیاد این روند این طرف ادامه دادید و اینجا برگشت به شکل عادیش، بدونید که باید عوض کنید. مثلا من اینجا دوباره میخوام برم. یه دونه بالا که یعنی همون حرکت رو باز تکرار کنیم. یه دونه بالا، یه دونه سمت راست بالا، یه دونه بالا به سمت چپ یعنی اینطوری، یه دونه پایین، یه دونه بالا به سمت چپ، یه دونه پایین. اینو میدیم به سمت راست و پایین. اینجا سفیدتون تغییر نمیکنه. اگه این روند رو ادامه بدید هیچیتون تغییر نمیکنه. مثلا زرد بالا، حتما باید شما به شکل یک ماهی درست کنید. می‌بینید این کلش این دومش، این ماهی، یک چیزی شبیه یک ماهی درست کنید. حالا هر طرفی باشه، میتونه ماهی اینوری باشه، اینوری باشه، اینوری باشه، فرق نداره. شما ماهی رو اینطوری میگیریم، این درست روبیکتون اینطوری میگیریم، ماهی که درست کردیم. ولی سرش باید سمت شما باشه، یعنی این یه نوک باید به سمت چپ به این زاویه باشه. نمیتونین اینطوری بگیرین حلش کنید، حتما باید اینطوری باشه. شما چیکار میکنین؟ سمت راست رو میدین بالا، راست بالا، بالا رو میدین چپ، ببینید بالا چپ زاویه شما، ببینید اینو یعنی میدیم پایین، یه دونه بالا رو میچرخونیم، ببینید این زاویه اینطوری میشه، از این زاویه اینطوری میشه، میچرخونید، میدید نه یعنی میچرخونید 2 دور، نه همین یه دور، میدید پایین و دوباره همین روند تکرار میکنید. شرمنده دوستان، من تو پارت قبلی نتونستم خوب توضیح بدم. شما باید اینو بدیم بالا، بالا، اینو بدیم چپ، بدیم پایین، یه دونه میچرخونیم، دوباره میدیم بالا 2 دور، بالا رو میچرخونیم 2 دور، ببینید یه دور 2 دور. سفید به این حالت در میاد، میدید پایین. زرد شما تکمیلی شد، ببینید زرد شما تکمیلی شد. خب حالا شما مثلا حالا تو زاویه دید شما یکم رنگا درست نیافته، میگم که میشیم یکم یه مدلش کم پایین آقای لازم. شما وقتی که زرد رو تکمیل کردین باید بیاید سراغ این طرف. شما چیکار میکنین؟ میگردین تو اینجا، ببینید یه دونه 2 تا این رنگی پیدا میکنین، این رنگ، این 2 تا رو هم رنگ همون رنگ میکنین. مثلا این سبزه، باید بچرخونم بشه سبز، اینطوری. نبودم هیچ مشکلی نداره، از هر زاویه‌ای که خواستین این حرکت که الان میخوام انجام بدم میدین. ولی اگه بود این طرف رو میندازین سمت دست چپتون و اینطوری روبیکو میگیرین، این یعنی سمت چپ باشه. اینطوری میتونین بگیرین، اینطوری هم میتونین. چیکار میکنید؟ سفید بالا، اینور سمت چپ، این یکی سفید بالا، اینور. این سفید رو میدید پایین، اینو 2 دور میچرخونین، میدیم بالا، نه یعنی ببخشید یه دور، آره اینطوری میچرخونین پایین، یه دور بالا. ببینید الان میبینید که یه همچین شکلی، یه طرف کامل اینطوری اینطوری اینطوری.
شما این طرفی کامل فرق نداره، میتونه آبی کامل باشه، میتونه قرمز کامل باشه. این یه دونه عربی کامل کنید، این طرفو میگیریم پشت دستتون، زرد بالا، این پشت. چیکار میکنین؟ فرق نداره، میتونید اینطوری، میتونید اینطوری، ولی زرد باید بالا باشه، این پشت نه، باید پشت دستتون باشه، پشت زاویه دید خودتون باشه. شما اینو 2 دور میچرخونید رو به بالا، یه دور میچرخونید این بر، این دوتا رو میدید پایین، 2 دور میچرخونین میدین بالا، یه دور این ور و پایین. خب این حرکت یه بار یا 2 بار باید تکرار کنید. امکان داره تو یه بار کل روبیکتون حل بشه، ولی اگه نشد بعد 2 بار تکرار کنید. یعنی 2 بار بدین بالا، بچرخونین، این دوتا پایین، 2 تا دوباره بچرخونین، این بالا سر جاش، این بالا سر جاش، بچرخونین و 1 2 تمام. این بود از ساخت کامل روبیک. اگر جای آموزشی بد بوده یا درست توضیح ندادم تو کامنت ها بگید و لطفا ویدیوامو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله بغل بزنید تا ویدیو جدید گذاشتم آگاه باشید.